بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، خوش آمدید به کانال گلزار معرفت. تماشابینان عزیز، هستند شخصیت هایی که قدر کتاب های عالمان و بزرگان رو نمیدونند که با چقدر عذاب و مشقت ها این کتاب ها رو نوشتند. و دوستان عزیز، چنانه که حضرت بیدل گفته است: مرگ صاحب دل جهان را دلیل کلفت است، شمع اگر خاموش گردد داغ بر محفل شود. دوستان عزیز، این بزرگان، این شاعرانی که این کتاب ها را نوشتند، اینها مثل شمعی هستند که خود می سوزند و به دیگران روشنی می اندازند. و دوستان عزیز، ببینید که با کتاب های این شخصیت های بزرگ چونین معامله کردند. کتاب های اینها را با نرخ ارزان برده در زواد های کاغذبراری با نرخ ارزان یعنی فروختند. نوا رو میمونم تماشابینان عزیز ببینید. شخصیت هایی هستند که وای ارزش کتاب رو نمیدونند، کتابداری نمیدونند، زحمتی شب و روزانه کلاسیکان ما رو نمیدونند، چی زحمت و چی گرسنگی و چی مشقت ها کشیده این کتاب ها رو درج نمودن، نویسوندن تا این روز چند هزار ساله ها به ما رسیدن. اینها یک باره این رو نیست و نابود میسازند. فرهنگ کاسته کتابخوانی مردم تاجیکستان یک سبب دیگری به کاغذ تشناب تبدیل شدن کتاب‌های ادیبان بزرگ فارس و تاجیک و جهان شده است. این هم در حالی که تعداد خیلی کمی کارخانه‌های تولید کاغذ تشناب از کتاب‌های کهنه درسی و دفتر و کاغذپاره‌های ناضرور به صفت اشیاء خام استفاده می‌کنند. برای اکثریت این کارخانه‌ها فرق ندارد که داخل کتاب سخن‌های سعدی و حافظ است یا کاپیتال کارل مارکس. مهم کاغذ تشناب است.